همیشه دوست داشتم دوماد بشم. یه بار دعوت شده بودم عروسی، رفتم جای عروس و دوماد. بعد انقدر بهم کادو دادن، منم به انگلیسی تشکر میکردم. برو این ویدیو رو ببین میتونی تشخیص بدی این عبارتی که واسه تشکر کردن استفاده کردم به چه معنیه؟ بیا بریم. You shouldn't have. You shouldn't have. از این بحثا گذشته، من عاشق سگم. You shouldn't have. You shouldn't have. You shouldn't have. آفرین. You shouldn't have یعنی چرا زحمت کشیدی؟ راضی به زحمت نبودم. حالا همین عبارت یک کاربرد دیگه هم داره. مثلا میخوای بگی نباید فلان کار انجام میدادی، نباید میرفتی، نباید بهش زنگ میزدی. میگی you shouldn't have، بعدش یه فعل میاری، اما این فعل باید شکل سوم باشه. مثلا نباید میرفتی. You shouldn't have gone. نباید میرفت. مثلا نباید بهش زنگ میزدی. You shouldn't have called her. You shouldn't have called her. نباید بهش زنگ میزدی. نباید همه کیک‌ها رو میخوردی. You shouldn't have eaten all the cakes. You shouldn't have eaten all the cakes. نباید همه کیک‌ها رو میخوردی. حالا من یه سوال ازت دارم. بگو نباید دلش رو میشکستی. دل میشه heart، خودت میدونی. شکستن break، شکل سومش broken. یه heart داریم یه broken. بگو نباید دلش رو میشکوندی. منتظر چی هستی؟ بنویس.